به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شاگردکایم، سلام به شاگردان باهوش و با استعداد، سلام به شاگردان بسیار زحمتکش و دانا. خوش آمدین به برنامه خودتان. خب شاگردکای خوبیم، تشکر از کسایی که به من کار خانگیشون روان کرده بود و همچنان در کامنت جواب مرا دادن. خب نازنینایم، بریم به درس جدید. شما را یک مروری میکنیم به درس گذشته. سال فهمیدین چند ماه داشت؟ بله 12. فهمیدین که یک سال چند فصل داره؟ بله 4 فصل. یک فصل چند ماه می داشته باشه؟ 3 ماه. پس بیایم ببینیم که روزها چه قسم است. امروز عنوان درس ما هفته است. چی است؟ هفته است. بیایم که شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صنف اول مضمون دری درس 48. عنوان درس ما هفته، صفحه 103. پس صفحه 103 کتابایتون رو باز کنین. بریم نازنینا. باز کردین؟ بیاین که بخوانیم. هفته. یک هفته 7 روز است. شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. خب نازنینا یاد گرفتین؟ آفرین به شما شاگردای باهوش و لایق. پس ما فهمیدیم که یک هفته ما 7 روز است. چند شنبه؟ شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. جمعه را میفهمید چی است؟ رخصتی می باشه. در بین مردم ما روز جمعه رخصتی است. به خاطر چی؟ به خاطر که ما مسلمان هستیم. مسلمان ها روز جمعه زیاد کار نمی کنن. وقتی نماز جمعه شد چی میکنن؟ میرن به جماعت نماز میخوانن. و ایره پیغمبر خدا به ما چی کرده؟ روز رخصتی کارهای اعلام کرده. و هر شاگردی که مکتب میره شنبه تا پنجشنبه میره، جمعه مکتب نمیره. بیاین بریم به درس بعدی خود. صفحه پایینی صفحه ما چی گفته؟ در پالی درسکتان شما چی میبینین؟ شنبه و یک شنبه را چه قسم به شما نشان داده؟ شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. روزهای دقیقه به شما نشان میدم. یک شنبه، سه شنبه، پنجشنبه. پس کدام روزها جفت میآید؟ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از روزهای جفت حساب میشن. خب نازنینا فعالیت شما امروز چی است؟ ای که شنبه، جمعه، یک شنبه را چی میکنین؟ تجزیه میکنین. خب چی قسمی؟ من به شما میگم. این کلمه رو میبینین چیست؟ هفته است. هفته چطور تجزیه شده؟ ای دو چشمه، ف، ت، ای دنبک. شما هم 3 کلمه دیگر رو به این قسم تجزیه میکنین و به ایمیل آدرس ما روان میکنین. یادتان نره که صفحه که ما را لایک و سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد شما را به خدای پاک میسپارم.